در این فصل به ماتریس ها میپردازیم. در مطلب یک ماتریس همانند یک آرایه دو بعدی در نظر گرفته می شود و چنانچه تعداد سطرها یا ستونها برابر یک باشد، یک بردار به دست خواهد آمد. بدیهی است که اگر تعداد سطرها و ستونها هر دو یک باشند، تنها یک عدد خواهیم داشت. برای وارد کردن یک ماتریس روش‌های مختلفی وجود دارد. وارد کردن صریح درایه‌ها، فراخوانی ماتریس از یک فایل داده خارجی و تولید ماتریس توسط توابع داخلی مطلب و نیز توابع موجود در فایل‌های M. ما روش اول را برای وارد کردن ماتریس مربع جادویی استفاده می‌کنیم. خوب است بدانید که این ماتریس در یک حکاکی مربوط به دوره رنسانس با نام مالیخولیای مونو دیده شده و گفته می شود این حکاکی اثر هنرمند و ریاضیدان آماتور آلمانی با نام آلبرت دورر می باشد و قدمت آن به سال 1514 میلادی می رسد. در وارد کردن یک ماتریس به صورت صریح می بایست درایه‌های هر سطر را با فاصله یا کاما از یکدیگر جدا کنید. خود سطرها را نیز می بایست با سمیکولون از هم جدا نمایید و در آخرین که تمامی آنها میان دو براکت قرار می گیرند. بنابراین ماتریس دورر یا مربع جادویی بدین شکل در پنجره دستورات وارد می شود. پس از فشردن انتر مطلب فرم عادی ماتریس را نمایش می دهد و متغیر A نیز در حافظه ذخیره و این عمل در پنجره فضایی کاری نمایش داده می شود. از این پس می توانیم از A در سایر فرمول های خود استفاده نماییم. روش به دست آوردن درایه‌ها با فرم ریاضی آن تفاوتی ندارد. کافی است که شماره سطر و ستون مربوطه را بدین شکل تایپ کنیم. مثلا درایه واقع در سطر چهارم و ستون دوم. بنابراین می توانیم درایه‌های خاص خود را با هم جمع کنیم و یا اعمالی از این قبیل. اگر که بخواهید به درایه‌ای که در ماتریس موجود نیست رجوع کنید، یک خطا دریافت می‌کنید. اما از همین نکته می‌توان استفاده کرد تا ماتریس را توسعه داد. مثلا ماتریس X را از روی ماتریس A طوری می‌سازیم که یک ستون اضافه شده و درایه 4 و 5 آن 17 و سایر درایه‌های جدید 0 هستند. به انجام این کار توجه کنید.